درباره زندگی حافظ ما در حقیقت میشه گفت چیزی نمیدونیم. یعنی ما حتی تاریخ تولد حافظ هم به درستی نمیدونیم. تاریخ وفاتش رو میدونیم ولی تاریخ تولدش رو نمیدونیم. اینی که کجا تحصیلات کرده اطلاع نداریم، خانواده‌اش چجوری بودن اطلاعی نداریم، استاداش دقیقاً کیا بودن اطلاعی نداریم. همینجور خیلی اجمالی چیزایی که میدونیم، یعنی کسی نشسته در زمان حافظ اینا رو بنویسه که بگه آقا این آدم در عصر ماست و الان میشناسمش، فلان محله ساکنه، فلان تحصیلاتو داره، نمیدونم اخلاقش اینجوریه. هیچ اینا رو ما نمیدونیم. چیزایی که اطلاع داریم از زمانه حافظه. برای همینم بهترین کتاب در این زمینه تاریخ عصر حافظ دکتر قاسم غنیه. این آدم اومده توضیح داده که حافظ زمانش چجوری بوده، پادشاهان معاصرش چجوری بودن. ما یه شانسی که داریم در این زمینه اینه که شعر حافظ خیلی هم شعر تاریخی و چیزایی که در شعرش هست ارجاعات تاریخی داره که اینا رو میتونیم به هم وصل کنیم و مثلا بفهمیم که شعر مثلا عشقبازی و جوانی و شراب لعل فام، چون آخرش میگه حاجی قوام و حاجی قوام رو میدونیم که این مرده و در جوانی حافظ بوده و دورای اولش بوده، پس این شعرم میدونیم مال دورای اول زندگیشه که بعضی از محققین هم اومدن اینجوری تقسیمات کردن. ولی باز این وسطی نوشت که مسجله که میدونیم که این مال جوانیاش چه شعری گفته، پیریاش چه شعری گفته. اینا خیال بافیه و آدما چون از فقدان اطلاعات خیلی میترسن و میرنجن و یه جور اضطراب آوره برای ما، از همون موقعی که دیگه حافظ مطرح شده شروع کردن به خیال بافی کردن درباره حافظ و اینایی که در تداول بین مردم هست اتفاقا اصولا همون افسانه‌ای که در عصر حافظ رایج بوده. یعنی اینی که مثلا نمیدونم یه آدم عامی بود و یه روز صبح پا شد خمیر نونوایی گرفت و نونوا بود و اون دوش وقت سحر از غصه نجات هم دادند اومد و اینا خیال بافیه قطعا. ما اتفاقا اطلاعات دقیق تر تاریخی بهمون میگه که خیلی هم فاصله هست بین این تصویری که امروز از حافظ داریم. چرا میگم امروز؟ چون تصویری که در قرن 9 و 10 از حافظ داشتن خیلی با متفاوت داشته. اسنادی که از اون دوره مونده حافظ رو یه شاعر خمری سرا میدونن، شاعری میدونن که در مدح شراب دائم شعر گفته و این خیلی با تصویری که بعداً از قرن حدود 11 به بعد شروع شد فاصله داره که فکر کردن یا آدم خیلی عارفی و در ملکوت دائم داره سیر میکنه و اینا. نه، شعراش هم به همین جهت. اتفاقاً من که گاهی فکر میکنم اصلا انگار همه شعرهای حافظ یه شأن نزولی داره، یه شأن نزولای تاریخی، یعنی یه اتفاق خاصی افتاده، نه اتفاق روحی و درونی، اتفاق عینی و بیرونی و ابجکتیو به اصطلاح رخ داده و حافظ به مناسبت اون یه شعری گفته و دیوانشو من و کسانی که خب دقیق ترین اسناد رو بررسی کنن و بی‌طرف بررسی کنن اینجوری درک و دریافت میکنن. منتها چون به قول همون قدما مذاقش بر همه اصناف خوش اومده، به خصوص صوفیه نمیتونستن تحمل کنن که حافظ و یه شاعری بدونن که در مدح می شعر میگه و اینا. همه امروز هم این حرفا اصولا خیلی وقتا با مقاومت مواجه میشه. حتی به خود من بارها دیدم که میگن که نه حافظ اینجوریه، یا ما تصور میکردیم اونجوریه و انتظار دارن همون جور باشه. بنابراین اطلاعاتی که داریم ازش، میگم اطلاعات تاریخیه و از این جهت میدونیم حافظ یه شاعریه، در قرن 8 زندگی میکرده، 792 از دنیا رفته. میگم تاریخ تولدش هم دقیق نمیدونیم و اطلاعاتی از این دست ما از حافظ داریم و در این زمینه حافظ استثناء هم نیست. اگر ما از سعدی اطلاعات بیشتری داریم به خاطر اینه که شعر بیشتری از سعدی در دسترس داریم. استثناء در این زمینه مولانا هاست که در زمان خودش و به فاصله کمی بعد از خودش شروع کردن زندگی نامه نوشتن. این یه جواب ثابت نداره، برای اینکه در دوره‌های مختلف جایگاه حافظ در ادبیات فارسی تفاوت داشته. جایگاه حافظ در
چیزی که امروز هست با چیزی که قدما داشتن خیلی تفاوت داره و در حدود 100 سال اخیر محبوب ترین یا به اصطلاح پاپیولار ترین شاعر ما شده. قبلش اینجوری نبوده و سعدی این جایگاه داشته و به نظر من حتی به عنوان حافظ پژوه همون درست تره، یعنی به لحاظ مقام شاعری و سخنسرایی سعدی حتما جایگاه بالاتری داره. دلایلش هم در جای خودش گفتم و نوشتم و حرف زدم دربارش، ولیکن از این جهت هم استثناء بوده چون به سرعت حافظ خیلی خیلی مشهور شده. به سرعت هم البته یه ذره با سرعت‌های امروزی فرق می‌کنه، یعنی که به سرعت که میگم در قدما یعنی به همون فاصله 100 سالی که دکتر شفیع کدکنی میگن و کمتر از 100 سال حافظ خیلی معروف شده. اگر نه در زمان مثلا جوانی خودش و میان سالیش اینا اونقدر شهرت نداشته. البته خودش یه چیزایی میگه که عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. شعرش هم نقل میشده ولی اونقدر که شاعرها خودشون خودستایی میکنن و یه رسم ربطی به روحیا و خلقیاتشون نداره اونقدر نیست که میگن و این یه رسمیه که بگن ما خیلی در زمان خودمون هم اعتبار و شهرت پیدا کردیم و ولی دیگه از قرن نهم به بعد حافظ همواره جز اون 4-5 تا بالایی بوده و کمتر نوسان داشته. از اون 4-5 تا میگم این جایگاهی که بالاترین رو اختصاص داده به خودش، این یه چیز جدیده، باز جدیده تاریخی منظورم، یعنی مربوط به یک قرن اخیر. بهترین چاپ ها یا تصحیح های دیوان حافظ. تصحیح یعنی اینی که اون مصحح بیاد نسخ خطی که از قدیم مونده رو، اونهاش که میدونه معتبرتره رو انتخاب کنه، از بین اونها ضبط یعنی چه؟ یعنی اینی که در یه نسخه نوشته مثلا کشتی نشستگانی می باد شرط برخیز، توی یکی نوشته کشتی شکستگانی. به اینا میگیم ضبط و ضبط‌های مختلف. مصحح میاد از بین اینها انتخاب میکنه که کدوم روایت رو به شما ارائه بده، چون ما صدها بلکه هزاران نسخه خطی حافظ داریم و اینا با هم خیلی در طول زمان تفاوت پیدا کرده. بخشی از این تفاوت مال اینه که حافظ خودش دست می‌برده در شعرش و عوض می‌کرده، بخشیش به خاطر اینه که مردم بعضی چیزها رو نفهمیدن یا به سلیقه خودشون عوض کردن یا تو حافظشون یه جور دیگه مونده و اونجوری روایت کردن. بر این اساس ما 5 تا تصحیح معتبرتر از بقیه داریم که به ترتیب تاریخیش تصحیح قزوینی غنیه، بعدش تصحیح دکتر خانلریه، بعدش تصحیح آقای دکتر رشید ایوزی، دکتر سلیم نیساری بعدیش و بعدم تصحیح هوشنگ ابتهاج الفسایی. این 5 تا رو بهترین ها میدونیم. شخصا بین این 5 تا من خودم تصحیح دکتر رشید ایوزی رو ترجیح میدم بین همه اینها، ولی خودم راستش مشغول یه تصحیح از دیوان حافظ هستم که با همین انتشارات نشر نو امیدواریم که چاپ بشه و من در این چاپ اومدم هر 5 تای این تصحیح ها رو روایت کردم. یعنی شما در این کتاب میتونین همه اون 5 تا رو داشته باشین و بدونین در این موضع مثلا نیساری چی گفته، ایوزی چی گفته، یعنی خود این اختلاف رو داشته باشین. به اضافه اینکه خودم هم تصحیح کردم، یعنی اومدم بین اینا دوباره یه تصحیح جدیدی هم ارائه کردم، به این دلیل که من حدود 20 خورده نزدیک 30 نسخه خطی جدید من تونستم پیدا کنم که استادان قبلی در دسترسشون نبوده و بنابراین یه تصحیح جدیدم از حافظ ارائه کردیم و در پایینش هم گاهی نکات ریزکاریایی که نگفته بودن شاره‌های قبلی یا از دیدها پنهان مونده، اونا رو هم در حاشیه ذکر کردیم و امیدواریم که به زودی توسط نشر نو به بازار. از همون قدیم الایام رو حافظ شرح نوشتن. کهن‌ترین و شناخته شده ترینش در این زمینه شرح سودیه که به نوعی ترجمه کرده به ترکی دیوان حافظ و
چون در اون منطقه هم خونده می شده. سودی بوسنوی بهش میگن، مال بوسنیه دیگه. و ببینید تا کجا در قرن دهم شعر حافظ رفته که نیاز به شرح داشته و مردم علاقه داشتن و میخوندن. اما امروز شرحی نیست که ما توصیه بکنیم. شرحهایی که امروز توصیه میشه بیشتر، اگر برای مخاطب عام بخوام بگم، شرحهایی مثل شرح مرحوم برگنیسی که متاسفانه در بازار کم هست، یا شرح آقای خلیل خطیب رهبر یا آقای برزگر خالقی. اینا شرحهای دم دستیه که خب بد نیست و برای مخاطب عام در این حد که یه واژه دشواری باشه اینا رو شرح داده باشه، اینا شرحهاییه که به درد میخوره. شرحهای بهتر و تخصصی تر، یک نکته از این معنیه، مال آقای دکتر ابراهیم قیصریه و شرح آقای حسین علی هرویه که اون مفصل تره و اونم در نوع خودش خوبه. البته این شروحی که من میگم خوبه، اینا به این معنی نیست که با هر آنچه در اینها نوشتن من 100% موافقم، یا اونایی که میگم خوب نیست با هر آنچه نوشتن مخالفم. برای اینکه یه کلیدی باشه دست کسایی که علاقه دارن. و شرح دیگه ای که هست خیلی خوبه، اونم شرح آقای بهاءالدین خرمشاهی، منتها اون نصف دیوان حافظه و فقط هم غزلیات حافظه که نصفش رو شرح کردم. و بهتر از همه اینها که البته اینو خیلی به مخاطب عام توصیه نمی کنم چون شرح مفصلیه و چیزای تخصصی هم داره و تک تک ابیات هم توش معنی نشده، شرح آقای دکتر سعید حمیدیانه به اسم شرح شو. اینها بهترین شروح حافظه و برای آشنایی اجمالی با زندگی حافظ هم بازی یک کتابی به اسم حافظ مال آقای بهاءالدین خرمشاهی، اونم کتاب خوبیه. و البته درباره حافظ بسیار بسیار کتاب نوشته شده که در این زمان اندک وقت پرداختن به همه اونا نیست. تاریخ عصر حافظه دکتر قاسم غنی هم برای آشنا شدن با فضای تاریخی حافظ بعد از اون کتاب آقای خرمشاهی اون کتاب خوبیه. بعد منظورم اینه که اول اونو بخونین که یه کلیاتی دستتون بیاد و بعد کتاب دکتر قاسم غنی. یک کتاب خوندنی هم در قالب رمان ایرج پزشکزاد داره به اسم حافظ ناشنیده پند، اونم خیلی کتاب خوبیه و خیلی خوندنیه، هرچند فکر نکنید اینا همش سندیت تاریخی داره دیگه. یه رمانه بر اساس اطلاعات تاریخی تا اونجایی که میشده و طبیعتاً بخشش هم تخیل نویسنده است اینا، ولی کتاب خونده